سلام بچه های پیج، چطورید؟ این دفعه اومدم تاریخ ایران. توی تاریخ اومده که حسن صبا بنیانگذار دولت اسماعیلی بوده که از اون به عنوان مخالف سرسخت حکومت سلجوقیان یاد شده. جالبه که بدونید این قلعه توسط حسن صبا در سال 486 تسخیر میشه و هنوز دقیق مشخص نیست که این قلعه در چه زمانی ساخته شده، اما عده‌ای معتقد هستن که زمان ساخت اون به ابتدای دوره اسلامی برمیگرده. قلعه حسن صبا، قلعه‌ای که تو علموت حریف، قزوین علموت حریف هستش. هنوز جای قشنگیه، برید ببینید. بدرود.